امروز از آثار خیام خواهیم گفت. انیخترش با نفر صحبت میکنیم که ربایی های خیام را بر رشته تصویر میکشد. او دلیر محتاجوف رسام و کارگردانی شناخته است. روز بخیر باشد. سلام. خسته نباشید. میبینیم سرکار هستید. ها بعضا میشد که حالتی که در کار فرو رفتم خیلی میمونیم. اثری که عین حال میبینید در عین حالتی تمام شوی است و نامی اثر آهنگ زندگی نام دارد. یعنی که با مثل برای کنکورس آمادگی دیدیم. عین حال در قزاقستان در شهر آستانا یک آزمون بین المللی بین رسامان جهان شده میگذارد که زیر عنوان عالم قوا انسان نامگذاری کرده است. باید که رسامان یعنی که در گرد همین موضوع کار کرده و یعنی پیشنهاد کنند کارهای خویش را. در این اثر چیزی که میبینید در وسط کمپوزیسیا رسمی دوتا را گذاشتم که این خود یک رمزی عشق است، رمزی اون آهنگی که خود این اثر نام دارد، آهنگ زندگی. در قسمت اساسی این اثر را یک کوزه اشغال کرده است که این را ربط دادم به چون موضوع خیام رو خیلی دنبالگیری میکنم و دوست میدارم. همه وقت میخواهم که یعنی که با شعر خیام یک رابطه داشته باشد و چنین میگوید که مقصود ز جمله آفرینش مهم در چشم خیرت جوهر بینش مهم. این دایره جان چون انگشتر است به هیچ شک نقش نگینش مهم. تا جایی میدونیم اکثری اثرهای شما از ربایی های خیام است. چرا محض خیام؟ هر یک انسان از اشعار خیام برای خود چیزی تربیوی میگیرد. یک طرف دیگری مسئله اون بود که فقط من که بسیارتر با کوزه سر و کار داشتم و در اشعار خیام زیادتر کوزه را میبینم چون یعنی که ابرازی بدیعی اصلی خود را او در کوزه یعنی که نشان تصویر میداد و این برایم خیلی نزدیک بود که تا ابرازی خودم را نیز من با واسطه کوزه یعنی که نشان داد، یعنی که هدف خودم را بیان بسازم. خیلی مشکل است دست دادن به خیام یا که بر سعدی شیرازی یا که حافظ یا بدیل چون یعنی که مرتبه و ملکه اینها خیلی بلند که است و برای فهمیدن درک عمق شعر اینها چون انسان باید خیلی مطالعه زیاد باید داشت چون اول باید آموخت. البته چون بدیل میگوید که معنی بلندی من فهمی تند میخواهد. سیر فکرم آسان است کو همو کوتاه دارم. یعنی خود بیانگر آنی است که برای که مخصوص یعنی که خواننده خودش را دارد. هر انسان نمیتواند که یا بدیل بشناسد یا نمیدونم حافظ دیگر یا خیام نیست از جمله فقط برای همین که خیام شاید که از 4 مصرعی عبارت است. شاید که برای کوشش کردن تلاش کردن شاید کمی عامه فهمتر باشد فکر میکنم. خب این وابسته به یک ربایی که چون خیام میگوید پاک از عدم آمدیم و ناپاک شدیم، شادام به در آمدیم و غمناک شدیم، بودیم ز آب دیده در آتش دل، دادیم به باد عمر و بر خاک شدیم. چون اگر که نقصتر خوب توجه کنیم در همین بین کمپوزیسیا و وسط کمپوزیسیا مرد و زن را میبینیم چون عکس مرد و زن پیدا میگردد که در بین آن باشد همون رمز کوزه که گفتیم چون انسان از گل ساخته شده است. چون از آیات قرآن و کتاب‌های پیشین نیز ما می‌دونیم که خداوند انسان را از گل آموده از خاک یعنی که ساخته قالبش را تیار کرده آماده کرده است و این مرد و این زن یعنی که این موی سرشون یعنی که اون فرزند و اجداد اولادی که بعد از حضرت آدم و حضرت مام و حوا یعنی که به دنیا یعنی که تشکل یافته انسانیت یعنی که رشد می‌کند. ایجادکارها تمامی کارشون دوست می‌دارن. اگر بگی که کدامش بهتر است شاید بعضا قهر هم میکنن ولی شما دارید اثری که بیشتر دوست می‌دارید. البته دارم اون فقط در بیرون است میتونیم که رفته دیدن کنیم. همین است همون اثری که بیشتر بین اثرهای منی که برای من محبوب است. چرا همین اثر؟
این به خاطر که شاید با اون خاطر که اولین اثری است که درباره خیام کار کردی خیام مرا تکان داده بود که همین راه رو برای خود برای آموختن خودم اینه که شروع کرده بودم با همین اثر. یعنی این اثر از روی کدام روبایی خیام اینجا نقاشی شده است، تصویر شده است؟ روبایتی اسرار ازل را نتودانی و من زین حرفی معما نتوخانی و من هز در پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتاد نتوانی و من اینه که مفهوم و فکر تخیلاتی خیام رو اینه که بر همین شکل خب پیشنهاد کردم. تشکر زیاد حکای دلیر از صحبت با شما خوشحال شدیم و یک جهان معنی هم برداشتیم. سپاس و برای شما برار میخوایم برای نقاشی های آیندهتون و برای اشتراک در آزمون موفقیت. رحمت تشکر برای شما اینه که این ساری میننداری که وقت جدا کردید تو با هم یک صحبت خوبی کرده باشید. رحمت برای تشکر زیاد.